اصطلاحاً این کنتراست این منبع نورانی با محیط خیلی نبایستی باشه. یعنی مثلا فرض کنید شما دارین با موبایل کار میکنید، خیلی بایستی نور از زمینه رو کم. حالا من پیشنهاد میکنم بیشتر مثلا یه توی این موبایل اسمارت یه اپشنی داره به نام به اصطلاح حالت تاریکی یا دارک مود، به اصطلاح بذارن رو اون که سطح ناگهان مشکی میشه، نوشته سفید میشه، همین 90% نور پس زمینه رو کم میکنه. مثلا یه انتخابی که مثلا خستگی چشم رو کم میکنه. یا در تلویزیون شما میگین بعد وایسی مثلا برای وقتی تلویزیون فقط تماشا بکنن حتما یه نوری در اتاق باش، چرا اتاق روشن میشه. در مورد دوستا همین حالا دسکتاپ اینا که تنظیمات خودش رو داره که بعد این مقداری نور نبایستی خیلی زیاد باشه، منبع نورانی که فرد داره ازش استفاده میکنه نسبت به